سال 2001 همین حزب نسل اسلام یک ماده شدگی بود. آدم‌ها همه برابر میدان آمدن، زنک و مرد که بسیار میدان آمدن. از جمله من هم از همون خیلی وقتا همونجا نقطه آدمای وقتی همین حزب نسل اسلام داخل شدیم. سال 2015 بود و با وقت رش می‌نوس خودمون و خواهش خودمون که برآمدیم. وقتی که ما در مجلس نسل اسلام حزب نسل اسلام اشتراک کردیم، همونجا که خیلی روستی خیلی پنهانی و آشان ما بی خبر بودیم. اونجا انسان‌های عادی هم آدمای وای بودن، عادی بودن. اینها فقط خواهشاشون هم نسل اسلام خواهشاشون فقط کرسی و منصب و تلاش دیگه وها بوده است. مثلا که ما خیلی کرسی و هیچ دکانه ما هم تو کار زندگی که گشتگی ما هزار بار بهتر هم گفته. حضور مردمی ما مردمی وای شدگی الحمدلله همه جا با خبر سال 92 یکی وای شود. از همون آدمای اعضای پیشینه اگر آوره همین پول دیدمش که اعضا نمیشه دارم چون که میداند که راه خطا بوده است. این بسیار که حزب اسلام یگان خیلی حزب ویش نبوده است، نیاز نداشته است. اکثر مردم نمیدانستند همین حزب ویش برنامه‌شو ویش هم نمیدانستند، همه داخل میشدن. در مجلس حزب نسل اسلامی در عموم هم جمع شدن مجلس میدرامدن و آشنا میکردن. بعدی برنامه برفتن سن خودی با هوی چیگم همون ریاستی همین بالاها خودشون ایستاده با وای میکردن، یگان مشوره مجلس خودشون میکردن. ما همیشه الحمدلله جانبداری صلح و پیشرفت تاجیکستان دیگه مردم تاجیک همون خیانت‌های و همین واهای چیز سیاست‌های پس فردگی واهای نسل اسلام نمیبخشد.